خب وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که تا این لحظه همچنان همراه برنامه خودتون فرصت برابر هستید. فرصت برابری که در راستای عدالت آموزشی تقدیم همه بچه‌های نازنین ایران میشه. هر روز رأس ساعت 16 شنبه تا پنجشنبه با افتخار کنار شما هستیم برای اینکه شما آیندهتون رو خیلی زیبا بسازید. اما من به شما گفتم که در بخش دوم مشاوره تحصیلی داریم. سلام می‌کنم خدمت جناب آقای قایمی، خیلی خوش اومدید. سلام استاد، خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم، ممنون. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دانش آموزان عزیز. امیدوارم هر کجای این سرزمین زیبای ما که هستید حال دلتون خوب باشه و سلامت باشه ان شاء الله. استاد ببخشید آقای آذانی، من یه سوال اگر اجازه بدین از استاد بپرسم چون که حالا شروع بحثمون هست. استاد، خیلی از بچه‌ها موفقن و بچه‌های خوبی هم مثلا درسشون هم میخونن، طبق برنامه هم پیش میرن، ولی به یه خودباوری نرسیدن. یعنی هنوز با خودشون مشکل دارن. اگر میشه، چون به هر حال برنامه ما یه برنامه هست که یه بخشش هم خب ما انگیزشی صحبت میکنیم که بچه‌ها واقعا هیچ موقع انرژیشون کم نشه و ناامید نشن. چی کار کنن بچه‌ها خودباوریشون رو بیشتر بکنن؟ ببینید، ما یه بحثی داریم، اونم اینه که وقتی یه دانش آموزی توی مرحله‌ای میخواد حرکت کنه و زندگی کنه، نیازمند اینه که برای خودش یه هدف گذاری داشته باشه. وقتی اون دانش آموز که نه، اصلا اینطوری بگیم، یک انسان وارد مسیر زندگی خودش میشه، یه هدف گذاری درستی داشته باشه که منطقی باشه، یعنی خودش هم اعتقاد داشته باشه که به این هدف میتونه دسترسی پیدا کنه، تمام تلاشش رو میکنه که به این هدف برسه. در حقیقت اون هدفه میشه یک نیروی محرکی که اونو به سمت جلو حرکت میده و به اهداف دیگه نزدیکش میکنه. بله، یه موضوعی که ما توی برنامه قبل داشتیم با حضور استاد این بود که سوابق تحصیلی رو کلا به شما توضیح دادم. بچه‌ها سوابق تحصیلی خب یه چیز داستان یه قانونیه دیگه، حالا گذاشته شده و باش باید کنار بیاین و انشالله که حالا نمرای خرداد ماهتون هم عالی میشه. اما الان ما توی دیما هستیم و نمرات تاثیر نداره. خیلی از شما هم میپرسین خب نمره تاثیر نداره، چه دلیلی داره ما بخوایم حالا بخونیم و نمره خوبی کسب کنیم؟ استاد، در این رابطه میخوام به بچه‌ها اهمیت امتحانات الانو بگین و که بچه‌ها بفهمن که واقعا این امتحانات هم خیلی تاثیرگذاره. قرار نیست مستقیما تاثیرگذار باشه ولی غیر مستقیم فوق‌العاده تاثیرگذاره. بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما وقتی که در رابطه با سوابق حرف می‌زنیم، جلسه قبل که در خدمتتون بودم همونطور که شما گفتید اشاره کردیم، ما سوابق تحصیلی بر اساس امتحانات نهایی خرداد ماه تعریف میشه. یعنی امتحاناتی که به صورت کشوری با اون قواعد خاص خودش برگزار میشه. بنابراین امتحاناتی که غیر خرداد ماه باشه و به صورت داخلی برگزار بشه تأثیری نمیتونه داشته باشه تو سوابق تحصیلی یک دانش آموز برای ورود به دانشگاه. ولی خب یه نکات بسیار بسیار مهمی داره که ما با توجه به این موضوع باید به این مبحثی که الان در اون قرار گرفته، یعنی ماه دی ماه و یا حالا امتحانات نیم سال اول توجه کنیم. بریم سراغ نمابرک‌ها. دقیقاً گوش کنید، بریم ببینیم چه خبره. خب خدمت شما عرض کنم که این اشاره کرده به بحثی که ما جلسه گذشته داشتیم که دی ماه زمان امتحانات تشریحی نیم سال اول، تاثیر امتحانات نهایی در ورود به دانشگاه خیلی زیاده. قبلا گفتیم ما 40% دوازدهم و 20% یازدهم برای بچهای امسال داریم، برای بچهای سال بعد دهمو داریم، یازدهمو داریم و دوازدهمو داریم. بنابراین امتحانات نهایی خیلی اثر داره و بسیار مهمه. ولی امتحانات نهایی عرض کردم خدمتتون، نه امتحانات تشریحی دی ماه. بریم سراغ اسلاید بعدی، نمابرگ بعدیمون. خب پس برای چی ما باید بیایم به این امتحانات توجه ویژه بکنیم؟ وقتی که ما میخوایم در رابطه با سوابق ورود به دانشگاه صحبت کنیم و سوابق تحصیلی رو بررسی کنیم، میخواید یک دو تا اسلاید بریم جلو؟ چون ما تو صحبتمون اسلاید اولو داشتیم. یه نمابرگ رو بریم جلوتر. دو سه تا بریم جلوتر. خب واسه همینجا. خب ببینید بچه‌ها، امتحانات دی ماه یا امتحانات نیم سال اول یا امتحانات ترم اول مثل یه شمشیر دولبه است. یعنی چی؟ میتونه هم یک فرصت باشه که ما از اون فرصت استفاده درست داشته باشیم و ما رو به هدفمون برسونه، و هم میتونه یک تهدید باشه، کاملا کار ما رو خراب کنه، متوقف کنه و ما از رسیدن به هدفمون باز بداره. هدف گذاری رو چیه؟ هدف گذاری برای اینه که من میخوام برسم به دانشگاه، یه رتبه خوب کسب کنم که یه رشته خوب در یک دانشگاه خوب قبول بشم. برای کسب رتبه خوب نیازمند یک نمره خوب هستم. خب حالا من چه شکلی باید عمل کنم که به این رتبه برسم؟ این چه شکلی عمل کردن میشه؟ این شمشیر دولبه نحوه عمل کرده من میشه. بریم سراغ نمابرگ بعدی. عرض کردم خدمت شما که امتحانات دی ماه مثل شمشیر دولبه است. من اگه بخوام از این شمشیر دولبه به صورتی استفاده کنم که باعث بشه من به جلو برم و بتونم به هدفم برسم، باید یه سری نکته‌ای در رابطه این امتحانات توجه داشته باشم. اولا که وقتی کنکور سراسری برگزار میشه، تو سوالاتی که در کنکور سراسری میاد، چیزی حدود 50% فقط پایه 12همه.
و از این 50% نصفش یعنی 25% نیم سال اول 12 حداقل پوشش میده. یعنی ما یه چیزی بین 25 تا 30% داریم که نیم سال اول 12. یعنی این دی ماهی که ما داریم در آتش صحبت میکنیم به تنهایی 1/4 نمره ورود به دانشگاه شما رو در آزمون کنکور سراسری تشکیل میده. پس از لحاظ میزان کاری که داریم و محتوای درس خیلی مهمه. نکته بعدی چیه؟ دانش آموز از اول سال شروع کرده به کار کردن. حالا یکی کم کار کرده، یکی زیاد کار کرده، هر کسی به یه سبکی کار کرده. بالاخره هر کسی هم که به سبکی کار کرده یه قسمت‌های تو کارش هستش که به دلش نشسته. اون کسی که خوب کار کرده، اون کسی که خوب کار نکرده، یه سری نواقص داره. در حقیقت معلم‌ها وقتی شروع می‌کنن به تدریس کردن، به امتحانات دیما که میرسن، کلاس‌های درس متوقف میشه و دانش آموزا فرصت پیدا می‌کنن برای اینکه برگردن یه نگاهی به عقبشون داشته باشن، ببینن پشت سرشون چه خبره، چه اشکالاتی داشتن، چه نواقصی داشتن، چه کمکاریایی کردن، فرصت ترمیم کردن اینها رو داشته باشن. وقتی که بچه‌ها زمان زیادی پیش رو دارن، مثلا فرض کنیم الان اول مهر یا مثلا اول آبانیم، بچه‌ها میگن آقا بالا وقت هست دیگه، ولی همیشه وقتی که بچه‌ها توی فرص زمانی قرار میگیریم مثل همون وقتای تلف شده فوتبال خیلی بیشتر به خودمون میاد، انگار انرژیمون 100 برابر شده و خیلی می‌خوایم سریعتر برسونیم. ویژگی الان اینه که جمع‌بندی رو میتونین به بهترین حالت ممکن انجام بدین که دیگه زحمت این نباشه و 3 ماه بعد قرار به کوب بخونیم برای کنکور اردیبهشت و خرداد امتحاناتش و کنکور تیر ماه. بعدش نکته بعدی اینه که بچه‌ها متاسفانه خیلی با کتاب درسی رابطه خوبی ندارن. بنابراین امتحانات دی ماه بهترین فرصت برای اینه که یه دانش آموز برگرده به کتاب درسیش مراجعه کنه. ببینید ما تنها منبعی که برای کنکور سراسری داریم، برای همه مشترک هستش و همچنین برای امتحان نهایی داریم، برای همه مشترک هستش، منبع کتاب درسیه و این کتاب درسی برای ما خیلی ارزش داره. ما همیشه میگیم خارج از کتاب درسی که سوال نمیاد. استاد اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. جناب آقای آقاجانی، شما که دیگه در جریان هر کدوم از اساتید تشریف میارن میگن اولین منبع ما، منبع رسمی ما فقط کتاب درسی. همه متفق القول. ولی متاسفانه خیلی میپیچه تو فضای مجازی که نمیدونم کتاب بذارین کنار. من نکته میگم بهتون، جزوه منو بخونید، چیزایی که من گفتم، ولی منبع بچا کتاب درسی آدمای باسوادی هم نوشتن، طراحیش کردن، در اختیار شماست. باز همون هم سوال میاد. نکته بعدی اینه که بچه‌ها معمولا طبق عادتی که دارن خیلی علاقه به خوندن دروس عمومی ندارن. آره. اختصاصی خونن. خب چه اتفاقی میفته؟ دانش آموز باید یه جای عمومیشو بتونه جمع کنه دیگه. ببینید این موضوع برای بچهای پایه 10 وجود داره، 11 وجود داره، 12 وجود داره. حالا 12می‌ها یه مقدار وضعیت کنکور دیدن، استرسشون بیشتر شد، یه ذره کار عمومی انجام میدن. ولی تو پایه‌ها کمتر این موضوع اتفاق میفته. بنابراین وقتی ما به دی ماه میرسیم، بچه‌ها فرصتی دارن که عمومیاشون رو تا اونجا جمع کنن. بعد یه نکته هم من عرض کنم خدمتتون، بچه‌های عزیز، ما وقتی که تو پایه 12 باشیم بخوایم به کنکور اردیبهشت ماه برسیم، تا کنکور اردیبهشت ماه وقتی فرض کنید تا اسفند وقتی درس‌ها تموم میشه تا کنکور اردیبهشت ماه فقط شما فرصت دارید دروس اختصاصی رو بخونید. بعد که دروس اختصاصی رو خوندید، از دروس اختصاصی تا امتحانات نهایی حد اکثر 3 هفته فرصت دارید. شما نمیتونید در طی 3 هفته فارسی رو جمع کنید. درسته. شما نمیتونید در طی 3 هفته دروس عمومیتون رو جمع کنید. بنابراین این بهترین فرصت برای شماست که دروس عمومیتون رو جمع کنید. نه تنها برای ترم اول جمع کنید، اگه فرصت اضافه تر داشتید یه ذره برید جلوتر. قطعا معلم شما ترم اول رو رد کرده. درسته. حتی اگر فرصت اضافه تر داشتید یه ذره برید جلوتر که برای خردادتون در حقیقت پس‌انداز داشته باشید. این آفت زمانی هم که دیگه درس‌های عمومی از کنکور هست شد، خیلی بیشتر خودشون نشون داد. بله دقیقاً. خب برای استفاده بهتر از این مرحله چی کار باید بکنیم؟ الان ما در این مرحله قرار گرفتیم، چی کار باید بکنیم؟ 3 قسمت دارم، من 3 تا نمابرگ دارم، با هر کدوم سریع توضیح میدم. ببینید اولین کاری که ما باید انجام بدیم برنامه‌ریزی مناسب برای هر درسه. ببین برنامه امتحانی رو میدن، میگن مثلا فرض کنید که روز شنبه امتحان دینی دارید، شما از پنجشنبه شروع می‌کنید به خوندن برای روز شنبه امتحان دینی. روز دوشنبه مثلا امتحان فارسی دارید، روز سه‌شنبه امتحان زبان دارید. بنابراین یه برنامه ریزی من لازم دارم برای اینکه بدونم وقتی میخوام برای امتحان دینی بخونم، برای امتحان فارسی بخونم، برای امتحان ریاضی بخونم، برای امتحان فیزیک بخونم، چه شکلی بخونم. برای این برنامه ریزی ما یه سری اصولی رو باید رعایت کنیم. اولی که مدت زمان موجود برای مطالعه رو باید بدونیم چقدره. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یه تعداد زیادی دانش آموز داریم که دچار وسواس مطالعاتی هستن. بعد وقتی وسواس مطالعاتی دارن میخوان برن یه چیزی که بخونن، انقدر بخونن تا آرامش پیدا کنن. فکر اینو نمی‌کنن که عامل محدود کننده در کارهای ما همیشه زمانه. ما زمانمونه که تموم میشه. بنابراین من باید بر اساس زمانم برنامه‌ریزی کنم. ببینم چند ساعت وقت دارم و چند تا درس دارم. مثلا فرض کنیم ما الان در خدمت استاد بودیم و کلی مباحث استعاره و مجاز یاد گرفتیم.
ما میخوایم فارسی امتحان بدیم، درس 1 تا 9 12 باید امتحان بدیم. چند ساعت وقت داریم برای خوندن درس 1 تا 9؟ بنابراین بر اساس زمانی که دارم بتونم برنامه‌ریزی کنم. حجم مباحث هم باید مشخص کنم، کدوم درس حجمش زیاده، کدوم درس حجمش کمه، چه نسبتی میخوام بهش داده بشه. بعد مشخص کنم که چه مباحثی رو من مطالعه نکردم قبلا. مبحثی که مطالعه نکردم طبیعتا وقت بیشتری لازم داره دیگه. و بعد اولویت رو واسه بدم به مبحث مطالعه نشده، نه به مبحث مطالعه شده. من اگه برم رو مبحثی که مطالعه کردم تسلط دارم، وقتم تلف کردم. چی وقتم تلف کردم؟ برای چیزی که بلدم. واسه من وقت بزنم رو چیزی که بلد نیستم. و بعد اختصاص یک واحد زمان به مطالعه جبرانی، یعنی اینکه من زمان بندی رو میکنم. مثلا فرض کنید که میگم من 12 واحد 13 واحد 14 واحد وقت دارم، از این 14 واحد وقت دارم برنامه‌مو میذارم برای اینکه 12 واحد درس رو بخونم، حداقل یک واحد مطالعه جبرانی میذارم. اون مطالعه جبرانی رو برای این میذارم که وقتی من در اجرای برنامه‌ای که ریختم قطعاً به مشکل خواهم خورد، وقت کم آوردم، یه جایی داشته باشم که وقتی کم آوردم اونجا جبران کنم، بتونم درسمو ببندم. استاد عذرخواهی می‌کنم میام وسط صحبت‌های شما. ما 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم. شما فرمودید 3 تا نمابرگ دیگه مونده. من میخوام که کامل بشه، همه رو توضیح بدین. بله. نمونه سوال امتحانی حتما آخرین کاریه که باید انجام بشه تو برنامه شما. حتما باید نمونه سوالات امتحانی سال‌های گذشته رو بر اساس نیم سال اول یا نیم سال دوم حل کنیم. یه زمانی هم بذاریم برای مرورش. حالا بعضیا مرور رو صبح انجام میدن، بعضیا مرور شب قبل از اینکه بخوابن انجام میدن. و اگر پای 12 هستید، یه سری مباحث تو دروس عمومی چه دروس اختصاصی پیش نیاز هستش. بریم سراغ نمابرگ بعدی. بریم. خب حالا تستی بخونیم یا تشریحی بخونیم؟ اینو همیشه بچه‌ها میپرسن، مخصوصا بچه 12. ما سوال درستی هم نیست. ما باز مفهومی بخونیم. دانش آموزی که درس مفهومی بخونه تشریحی میتونه جواب بده، مهارت تستیش رو میبره بالاتر و بعد شروع میکنه به تست دادن. کسی که درس مفهومی نفهمیده باشه نمیتونه تشریحی جواب بده، نمیتونه تستی جواب بده. بریم سراغ نمابرگ بعدی. و نمابرگ بعدی خدمت بچهای نازنین، شما باید هدیه‌تون رو توضیح بدید. هدیه‌تون چی استاد برای بچه‌ها؟ خدمت شما عرض کنم که من یه فایلی آماده کردم برای استراتژی مطالعه کردن دانش آموزان برای امتحانات تشریحی با دروس امتحان. ببین ما میگیم کتاب درسی رو مراجعه کنید. دانش آموز میره کتاب فیزیک رو دستش میگیریم، اوه چند صفحه است، من چقدر میتونم وقت بذارم اینو بخونم، حجمش به این زیادی، من چه شکلی بخونم؟ خب ببینید اگه من میخوام تو امتحان موفق باشم باید رو کتاب مسلط باشم. دقیقاً خب ما یه استراتژی مطالعه باید داشته باشیم قبل از هر چیز. بدونم که چی کار کنم که بتونم این کتاب رو مطالعه کنم. درست. من نمیگم چیزی از کتاب حذف کنم، ولی استراتژی داشته باشم، از وقتم به بهترین نحو استفاده کنم و بهترین نتیجه رو بگیرم. یعنی من اومدم تو این فایلی که آماده کردم و به عنوان هدیه این برنامه در نظر گرفتم، درس به بچه‌ها توضیح دادم که اگر میخواید درس بخونید، چه برای 2 دسته دانش آموز، یه دانش آموز ضعیف دارم و یه دانش آموز قوی دارم. هم برای دانش آموز ضعیف هم اینو در نظر گرفتم، هم برای دانش آموز قوی هم. دانش آموز ضعیف هم که تا حالا نخونده چه شکلی بخونه، دانش آموز قوی هم که تا حالا خونده خب چه شکلی ادامه بده برای خودش کارشو. خیلی متشکرم. تسلطش بره بالاتر، به ان شاءالله نمره خوبی بگیره. دقیقاً. بچه‌ها هر استادی هم که توی برنامه ما میاد براتون یه هدیه میاره که علاوه بر هدیه خود برنامه، هدیه استادم هست که زحمت میکشه به شما دوستان عزیزمون میده. این استراتژی مطالعه رو بچه‌ها خیلی راحت میتونید دریافت کنید با ارسال عدد 8 به سامانه 30707 4 تا 0 جلوش بذارین 707 و برای ما عدد 8 رو بفرستین و این هدیه گرانقدر رو دریافت کنیم و مطالعهش کنیم که من همیشه گفتم اولش یاد بگیریم چجوری یاد بگیریم، بعد بریم سراغ درس خوندن. اینجوری خیلی صرفه‌جویی زمانی داریم. خیلی متشکرم استاد، خیلی متشکرم از حضور شما، از صحبت‌های بسیار کاربردیتون. امیدوارم که واقعا بچه‌ها استفاده بکنن و گوش بدن. این خیلی مهمه. و متشکرم از شما جناب آقای آقاجانی و بسیار 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 متشکرم از همه شمایی که تا این لحظه کنار ما بودید، همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید تا فردا که پر انرژی تر از امروز برسیم خدمت شما. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. خدا. متشکرم استاد. آقا خسته نباشید.